اینجا و دیگر دیاسپوراهای توجیک سیاره شوند در گیر اون و توجیکستان را همچون ستاره مدنیت اون رو معرفی کنند. خورشیدان بانو که از ثمره سمرقند از ثمره توجیکان اومده است. در اینجا خوشبختم که ثمره شیرینی فرهنگ توجیک رو به دیگران میرسونند و شویره بانو هم خدمت بسیاری کردند. اپای جو میدونی که ما کمتر پاریس کنیم، اما در هنگامی که ما رادیوی موجی رو شدیم اولین شنونده‌ای که در ما زیاد سوز یک باره 5000 با اشتراکی شویره بانو بودن و تشکر زیاد اپای جو که ما رو دستگیری میکردن و من هم به دست خوری نیامدم و دقت شما میرسونم که بنابراین باز ما این یک تحفه عجیب میشه که شویره بانو هم یاردم میکند. رادیوی تشکیل کردگیم که موج توجیک موج FM اون از شهر کلوب صدا میدهد و با طریق اینترنتی در تمام روی جهان ما رو پخش کردنیم و این شب که روز که روزی شعر است، سرود است، ما هم در مایدکی یک افا داشتیم در حیات دو بار خرسند شدیم. یک بار رو با شوهر بودن و معنای اون اینه که وای بختش رو یفت، معنای اونه که جونمون خلاص شد. هر شب وظیفه ما یک شعر یک سوره از یاد کردن بود. تا ساعت 3 شب اینترنت نبود، اینترنت ما فقط کتاب بود میخوندیم بعد ما رو اجازه میداد که خون بکردیم. بار این سال به حج رفتم و خرسندی از سید که دید بود و من هم یک شعر از یاد کردم از اون این روز که بعض ما رو زنهای توجیک ما میدهند. من بینی و دوست میدارم زنهای توجیک و اون من زنها رو نو باسم که شون نخن کی جون. خب یک شعر زیبونیسو، شعر کلاسیک برای شما کرایه میکنم اگر اجازه باشه. روزی ناامیدی چو آید آشنا دشمن شود، غم جدا شادی جدا دولت جدا دشمن شود. هر کی پیش از وقت در درمانگاهی وقتی خویش شود، گر طبیبش بوعلی باشد دوا دشمن شود. بر مرادی ما اگر برورزد با هم آن بادی نوراد، در محیط عافیت هم ناخدا دشمن شود. نیست مخفی در دل ما بر کسی دشمنی، هر کی با ما دشمن است او با خداش دشمن شود. این شعر برای عمر جان عزیزی که امروز همه ما متهم اون رو داریم. تشکر زیاد. سلامت باشید.